عجیب ترین مزار بهشت زهرای تهران. بدون مقدمه شهید سجاد زبرجدی، قبری که هر کسی اومده بالا سرش حاجت گرفته. شهید سجاد زبرجدی ادعای عجیبی توی وصیتش کرده که اگر مشکلی داری بیای بالا سر مزار من صحبت بکن، من کمکت میدم. وقتی به بهشت زهرای تهران میای، بحث از حاجت گرفتن از شهدا که میشه، قطعا اسم سجاد زبرجدی به گوشتون میخوره. شهید سجاد زبرجدی شهید دهه 70 که اهل خانیاباد تهران بود. شهید سجاد زبرجدی توی وصیت‌نامه‌اش ادعای عجیبی کرده که اگر هر کسی مشکلی داره بیاد بالای سر مزار من حاضر شه، صحبت بکنه و من به اذن خدا اونجا حاضرم و کمکش میدم. این امر باعث شده که هزاران نفر بیان بالای سر مزار شهید سجاد زبرجدی مشکلاتشون رو بگن و حاجت بگیرن. این موضوع رو میتونید خودتون با حضور در قطعه 50 بهشت زهرای تهران ببینید و تجربه کنید. شاید جالب باشه براتون، اکثر کسایی که از این شهید حاجت گرفتن اصلا مذهبی نیستن. از عجیب ترین کسایی که حاجت گرفته از شهید سجاد زبرجدی و هر موقع برید اونجا میبینیدش، مزار بالای شهید سجاد زبرجدی آرمان علیوردیه که ایشون شهادتش و محل دفنش رو از شهید سجاد زبرجدی درخواست کرده و دقیقاً در همون محلی که خواسته بود دفن شد. نه تنها مردم عادی بلکه خیلی از مسئولین هم به اون متوسل شدن و از او حاجت گرفتن. نمونهش پیشنهاد میدم مصاحبه مشاور رهبر آقای محمدی رو از اینترنت سرچ بکنید و ببینید. زمانی که همسرشون مریض میشن، ایشون شفای همسرشون رو از سجاد زبرجدی میگیره. شهیدی که بیشترین مراجعه کنندش افراد غیر مذهبی ان. شهید سجاد زبرجدی یکی از تنها شهدایی بوده که رهبر ایران چندین بار بالای سر مزار ایشون اومده. اینجا کمتر کسی رو میبینی که اومده باشه چیزی خواسته باشه و شهید سجاد زبرجدی کمکش نکرده باشه. فقط قبل از اینکه به بالای مزار شهید مراجعه بکنید، حتما وصیت‌نامه ایشون رو از توی اینترنت در بیارید و بخونید. اگر رفتید بالای سر مزار شهید زبرجدی و حاجت گرفت، تجربتون رو توی کامنت ها بنویسید که بقیه ببینن.